منافقت آخوند. مسئولان بعث حج ایران همیشه به زائران ایرانی توصیه می کنند که از بازارهای مکه و مدینه خرید نکنند تا پول آنها به جیب وهابی ها نرود. و روحانیون کاروانها هم در جلسات این موضوع را به زائران گوشزد می کنند. اما خود این آخوندها در بازارها پرسه می زنند و اوقات طلایی خود را در حرمین شریفین تلف می کنند. به این کلیپ توجه نمایید. سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله. شما دارین سوغاتی میخری؟ بله. شما دارین سوغاتی میخری؟ بله. به نظر شما ارزش داره آدم وقتش رو تو این شهر صرف سوغاتی خریدن کنه؟ همه چیز الحمدلله در ایران هست و ارزونتر از هم هست. اینجا وسایل خیلی گران هست و ضمانت هم ندارد و به حجاج محترم ایران توصیه می شود که از پرسه زدن در بازارهای عربستان سعودی جدا خودداری کنند. شما دارین سوغاتی میخری؟ بله. سعدی شیرین سخن رحمه الله می‌فرماید: تلمیذ بی ارادت عاشق بی زر است و رونده بی معرفت مرغ بی پر و عالم بی عمل درخت بی بر و زاهد بی علم خانه بی در. مراد از نزول قرآن تحصیل سیرت خوب است، نه ترتیل سورت مکتوب. عامی متعبد پیاده رفته است و عالم متهاون سوار خفته. عاصی که دست بردارد به از عابد که در سر دارد. یکی را گفتند عالم بی عمل به چه ماند؟ گفت به زنبور بی عسل.